مرکز مطبوعات کمیته الگوهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی روزهای استراحت 25 و 26 مای سال 2024 در جنوب جمهوری دو دخترچه خردسال که یکیش 12 و دومی امگی 6 سال داشتند قربان سیل آبخیزی شدند. بنا به گزارش کمیته الگوهای فوق‌العاده روز 25 مای سال 2024 تقریبا ساعت 11:30 یک دخترچه 12 ساله از دهه قزلسوی جماعت غلبه نویه فرخور که به پدرش در چراندن چاروا در چراگاه‌های کویی در نویه مومن آباد کمک می‌رساند در اون یو به سیل افتاده غرق شده است. جسد دخترچه معصوم را از یک سوی سیل پرتو در حدود دهه لنگر نویه شمس‌الدین شاهین پیدا کردند. همین طور روز 26 مای سال 2024 یک دخترچه 6 ساله از دهه مرادف جماعت بنام نظرف نویه شاریتوز که در مرکز این نویه در خانه خویشاوندش در میمونی قرار داشت به نظارت مانده از خانه برآمده است و در دریای کوفرنیان افتاده غرق شده است. نجات بخشان ریاست الگوهای فوق‌العاده ولایت ختلان به جای حادثه آمده عملیات جستجوی روی آبی و زیر آبی را برآ انداختند، ولی تا پایان روز یکشنبه این جستجوها یگان نتیجه ندادند. جستجوی جسد کودک از صبح 27 مای از سر گرفته شد. کمیته الگوهای فوق‌العاده در پی این دو حادثه مرگ فاجعه‌ای کودکان خردسال بار دیگر از والدان دعوت می‌کند که فرزندان خود را بدون نظارت و حیات آنها را زیر خطر نگذارند. در مجموع ماه مای سال جاری با سیل و بارشاتش برای تاجیکستان در عموم ماه وزین و پرآفت آمد. از اول ماه مای در این کشور علاقه قریب 40 نفر قربان حادثه‌های نوخوش شدند. نزدیک 30 نفر آنها بر اثر صدمه‌های نقلیاتی و بیش از 10 نفر دیگر بر اثر آفت‌های طبیعی چون سیل و آبخیزی جان دادند و یا در آب غرق شدند. همچنین دست کم 3 نفر انگام چوکریچینی از کوه افتاده به هلاکت رسیدند. اکنون به این روی خط سیاه قربانیان حادثه‌های نوخوش ماه مای این دو دخترچه معصوم که قربان سیل شدند افزوده می شود.